آیا می‌دانید پشتونها چه قومی هستند؟ پشتونها یکی از قدیمی‌ترین اقوام ساکن در منطقه جنوب آسیا هستند که ریشه‌هایی عمیق در تاریخ و فرهنگ منطقه دارند. این قوم بزرگ عمدتاً در مناطق شرقی و جنوبی افغانستان و شمال غربی پاکستان زندگی می‌کنند. همچنین جمعیت زیادی از پشتونها در ایالت‌های اوتار پرادش و بیهار هندوستان و تعداد معدودی از پشتونها در چترال و کشمیر نیز ساکن هستند. پشتونها اغلب در افغانستان به عنوان پشتون یا پختون شناخته شده و در برخی ولایات نیز به صورت عامیانه به عنوان اوغان یا افغان شناخته می‌شوند. در پاکستان و هند کلمه‌ای پتان نیز معمولاً در مورد آنها به کار گرفته می‌شود. از لحاظ فرهنگی پشتونها از زمانهای بسیار دور به ساختارهای سنتی اجتماعیشان مشهور بودند. ارزش‌هایی چون پشتونوالی و ننواتی از سنت‌های رفتاری قبایل پشتون است. این اصول و قوانین که احترام، شجاعت، مهمان‌نوازی و عدالت را ترویج می‌دهند، تاکنون نیز در میان پشتونها از ارزش خاصی برخوردارند. پشتونها تاریخ طولانی دارند که حداقل به هزاره اول قبل از میلاد باز می‌گردد. این تاریخ طولانی همراه با میراث‌های غنی فرهنگی، این قوم را به یکی از شناخته شده‌ترین و مهمترین اقوام در جنوب آسیا تبدیل کرده است. پشتونها به شجاعت و رزمندگی خویش مشهور هستند. در تاریخ از آنها به عنوان جنگجویان سرسختی که اغلب برای حفاظت از سرزمین خود در جنگ شرکت می‌کردند یاد شده است. مهمترین امپراتوری‌های پشتونها عبارت از هوتکیان، دورانی‌ها و سلسله‌ای بارکزایی است. پشتونها به قبیله‌ها و طایفه‌های کوچک تقسیم گردیدند که از جمله می‌توان به قبایل بارکزایی، اچیکزایی، نورزایی، دورانی، قلجایی، اسحاقزایی، موهمند و غیره اشاره کرد. ادبیات، شعر و موسیقی بخش‌های جدایی‌ناپذیری از هویت پشتونهاست و شخصیت‌هایی مانند خوشحال خان خټک و رحمان بابا از شاعران برجسته‌ای هستند که سهم قابل توجهی در ادبیات پشتو داشتند. پشتونها به زبان پشتو که از شاخه زبان‌های آریایی صحبت می‌کنند. برخی از پشتونها، مخصوصاً آنهایی که در ولایت‌های کابل، بلخ و هیرات زندگی می‌کنند، به زبان فارسی صحبت می‌کنند. مشهورترین شخصیت‌های تاریخی پشتونها عبارت از میرویس خان هوتک، احمد شاه درانی، خان، عبدالغفار خان، خان، عبدالولی خان، شیر علی خان، امان الله خان، دکتر نجیب الله، حامد کرزی، ملاله میوند، ملاله یوسفزئی و اسما جهانگیر میباشند.